جای تشکری دارد که واقعا ما سپاسگزاریم از مسئولین محترم امارت اسلامی، مخصوصا از مسئولین امنیتی. خدا انشاءالله اینا را خیر بدهد واقعا. و در اخیر برنامه که یک سر و صداهای خلاصه پیش آمد، گپایی که اینا همه دسیسه و دوسیه‌ای بود که بعضی افراد از خارج برنامه اینا را داخل ساخته بود که در مو شب آخر وقتی که برنامه را ما ختم کردیم، واقعا بسیار به خوبی و آرامی، وقتی که یک افراد از اینجا خارج شدن، در فاصله تقریبا 300-400 متری از اینجا که دور شدن، بعد گپا را افتاد. ما از ابتدا و الان هم واقعا مخالف همین گپا هستیم که مثلا قمزنی شو یا بعضی گپای دیگه. اینا که از اینجا خارج شدن اونجا باز سر صداها را انداختن و خلاصه اینجا یک دستا از خارج که داخل بود واقعا گپا را ساختن و که مثلا رسانه‌ای ساختن، حتی که در حدود 40 نفره خب مسئولین دستگیر کرده بردن و خلاصه اینا کلش دروغ است. اینجا مردمی وجود داشتن که بالای 800 خانه اینجا بودن، در این مسجد حضور داشتن. 13 شب نیروی امنیتی با ما همکار بودن، همکاری کردن، زحمت کشیدن، شب و روز بیخوابی کشیدن تا اینکه این برنامه محرم به خوبی پیش برند. بعد از اینکه ما همین برنامه را ختم کردیم، در شب 13 آخر شب بود، از اینجا که بیرون شدیم در سرک بالای 200-300 متر فاصله مسجد یک چند تا موتورسیکل از جای دیگه اینجا حضور پیدا کردن و خواستن که اینجا قامزنی یا سینه زنی کنن، به هدف ازی آمده بودن و مردم مسجد کارتی سید اسماعیل بلخی، مسجد شیخ حسن غمگین با اونا درگیر شدن، اونا را از ساحه بیرون راندن، کشیدن. دیگه اتفاقی نیفتادن و شایعاتی که فعلا در دنیای مجازی ما میبینیم 40 نفر، اما 40 نفر دروغ هستند، کاملا دروغه. در سال 1404 در محرم امسال امنیتی که در ساحه ولایت بلخ، خاصا در ساحه کارته سید اسماعیل بلخی و در گذر 13 و 14 و 11 حاکم بود، ما خرسند و خوشحال هستیم. بعضی حرفایی که پیش آمده این حرفا قابل تایید نیست. هر مساجد و هر تکایا از خود یک هیئت امنایی داره که امنیت مسجد بالمقابل گروپ های امنیتی که از امارت اسلامی توظیف است در پالوی زنا 4 تا موی سفید هم است که ساحه را کنترل و مورد تحت نظرشان است. گذشته در ختم سال، در ختم محرم یک قضیه جزئی که پیش آمد است و هم از بیرون ساحه داری پیش آمد، اوضاع کمی مختل ساخت برای یک تعداد حریفا، دشمنا بگوییم یا رقیبا بگوییم. یک دستاویزی پیدا شد که در بیرون انعکاس داد که مثلا در مسجد شیخ حسن غمگین اینجا یک حادثه پیش آمده، مردم مثلا از طرف امارت تهدید شده یا توقیف شده. این حرفا قابل تایید نیست. ما از امارت اسلامی مردمی که حضور داره از امارت اسلامی از ایشان حمایت میکنیم و خوش هستیم، راضی هستیم و این قابل تایید نیست و این حرفای رقیبای ماست و دشمنای است که میخواد در بین مردم و جامعه ما بعضی حرفا را پیدا کنه و یک نارامی و یک فاصله در بین مردم پیدا شد. این گپ از طرف مردم، از طرف کارته سید اسماعیل بلخی که تقریبا 2000 خانه بیشتر است، این گپ محکوم است، قابل تایید نیست. را محکوم میکنیم و از امارت اسلامی حمایت و پشتیبانی خود اعلان میکنیم.